دعوای امامتی میکنه که باید العالم بالسنه، امام اعظم تر یکم عالم با سنت باشی باید. ثم اقرا، بعد از قرائت ساز باشد، قرآن خوندنش، حروفات تلفظش در جاش باشد، بعد دعوای مدنی کرد. این بازی نیست برادر اسلام. شنونده هم رسوا بکنی، خودت هم رسوا، جمعیت هم رسوا. دعوای بزرگی بکنی برای تو فرض عینه که بخوانی قرآن با تجوید. الا مزاقی تا بس کن. با همه که من یک نام الله اکبر بعد مردم بشنوم جانم ببراید. با بعد اولو بگه اولو گفتگیش کلمه عربی ده گفتگیش نمی اولی توجیکی لا گفتگیش نیست گفته گفته نیست نه اکثر مولا هستن اوزور ببخشم تنکیل کرده نیست میگه اینجور تنکیلش میکنم. در یک بسم الله الرحمن الرحیم ده در 114 قرآن 113 تاشنه بسم الله آمده کرد. همینه چی میگن؟ بسم الله الرحمن الرحیم میگن. من برای شما تو مثالی عادی میارم. عربان نه ساکتی سین است، من سات است، حرفی سین است، دو حرف است، سات و سین است. ساکتی اگر شما یک تا کلمه سیفون سایفون سیفون سایفون سایفون میشه، سین کتی سیفون میشه. اگر سین کتی بخونیش شمشیر میشه، قلیچ میشه. اگر سین کتی بخونیش قلیچ میشه. اگر صاد کتی سیف بوید تابستان میشه. فرشت بسته از ما شما همموش یک خلطه بگیریم سین سیف قایده را بخونه نکن. تجوید از سین دست عبارت است، یک چیز بامبه نیست، یک چیز مشکل دشوار. به نزدیکی آمد پیشی من گریسته است، خانه کعبه رفتم میگه دامنو جان ما تا از خانه کعبه چی تصورات گرفتی تو؟ چی خانه کعبه چی دیدی تو؟ چی تو تحصیل کرد؟ میگه یگانه تحصیلش من فرض عین هر یک آدم خودش میکنه. هر یک آدم باید که انشاءالله این فرض را بجا بیاید. فرض کفایه گفتگیش یعنی از گردن چند آدم ساکت نزدیک عمله. مثال گیرم من نماز جنازه اگر دهل قیا یا سوخ برای ما شما جنازه بیایم یک کس نروه همه گناهگار میشه. یا که یک کس سلام میتیم سلام و اگر 100 تا آدم باشه یک کس جواب نمیاد همون آدم آسیب شود. اینا فرض کفایه میگن. لیکن با قاعده خوندن قرآن عظیم و شان سخن پروردگار خداوند عالمیان فرض عین انشاءالله خواهد. هر یک آدم باید که انشاءالله قرآن با تجوید بخوند. برای چی نمیخونیم قرآن با تجوید؟ برای چی؟ چون که محبت نداره. قرآن شما چنان بخونید که انشاءالله خداوند شنیده سالگی هم راحت کند، لذت برد. بینید؟ از این حدیث معلوم شود که برای هر یک آدم عیناً کدام ملاهایی که ملاهان دستی ملای دعوای ملاگی بکنید برای تو فرض عینه که بخوانی قرآن را با تجوید. الا ملاگی تا بس کن. فقط جواب بدی پیش الله قرآنی که در اون خدا خواهد دایره ها میخونی، در اون انشاءالله ملکه ها میخونی، مراسم ها میخونی، باید که از قرآن شما مردم لذت برد، راحت کند. بابای خداوند انشاءالله یکی از بزرگان اسلام در کوچه هیرات میرفتن. بابای نوایی رحمت الله علیه خدا رحمتش کرده باشه. کوچه نوایی هیرات نمیگم میگشتن یک جوان نگر در قد ایران قرآن خونده است. و نگر نزدیک همون جوان رفت و میگه در پشت سه تا زدن. گفتم بچه بسیار قرآن خوب خونده ساده، لیکن همه خونه قرآن در یک جای خلوت خون که آدمای قرآن با رو نگردونن. مقصد رو نگردونده که همون انسان به قاعده میخوند.
به پراویل قرآن چکا میکرد؟ قرآن میخوند. گفت که نخوانید خواند برای خواند دلم بلا گفت اجا خیمت نخوندش. باید که ما شما انشاءالله چنان قرآن تلاوت کنیم که شنونده ها راحت کنن از ایرانی من. از حضرت علی کرم الله و حدیث مبارک است که صحابگان پرسیدن که معنای ترتیل چیست یا پیغمبران ترتیل چی است؟ الترتیل تجوید الحروف و المعرفت الوقوف. گفتن یعنی حضرت علی پرسیدن صحابه حضرت علی مقصد از ترتیل چی است؟ یعنی خواندن حرفا است و دانستن بین وصل و ایستادن است. گفت مقصد گفت از تایید چی است؟ گفت حرفا را برا تلفظ کردن است. گفت مقصد جای ایستاد دارد، جای وصل دارد. وصل کردن و ایستادن شد دانستن چی میگن؟ قاعده پراویده میگن. برای چی نمیکنیم؟ باید که من یک نام الله اکبر بعد مردم بشنوم جانم ببرایم. الله شمونه مالش الله برم یک شوخه بده خلاص. الله بیاده شما سوال پیدا میشه که آیا خدا باشه مینه؟ بینیم الله بی اسم ذات الله من تجوید ندونستنش قاعده پراویده کنن یک الله نه ده خطا بگیم. با بعد اولو بگه اولو گفتگیش کلمه عربی ده اول گفتگیش نمی علیم توجیکی لام گفتگیش نست گفته گفته اول نست گفتش در بگیری گفت که خدا یاد کرده الله متصده اقلا من که دیگه باید نفهمی خدا چی متصده. اکثری خدا خواهد مردم پیرکی ها را جوان ها را میبینم اولو بگه اولو تعالی میگه دیگه اولو بگه اول نست گفتن اول کاک شد الله بیخلاقت انشاءالله یک الله بیخلاقت ما چشم پیدا شد خدا راضی شود نام خدا را ما مدار داریم. و کل قرآنمون که من نگو بینید اکثر مولا هستن اوزر ببخشم من مولا را تنکیر کرده نیست میگه اینجور تنکیرش میکنم. در یک بسم الله الرحمن الرحیم در 114 قرآن 113 داشته بسم الله آمده گه همین چی میگن؟ بسم الله الرحمن الرحیم میگن. ای کلا تبات کنه قرآن دیده سه بشم 113 یا قرآن در سوره بغیر سوره توبه با بسم الله پیغمبر زین القرآن بسم الله الرحمن با بسم الله قرآن زینت داده شد. همه بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم میگن. این ناموس هم در کاره چه قرآن میخونی من حیرانم من یا فقط صورت قرآن هم دیده ساده کلت برد بجایی ده محمد بن جوزری چی میگن در سخنشو والاخذ بالتجوید حتما لازم ولم یجوید القرآن آسیم. در سوره شیعه وارد که بیانی گرفتن خواندن انشاءالله اخذ کردن قرآن با تجوید این واجب است. کسی که میگه به تجوید بخوند وای نبی خدا آسی است. نبی خدا با جای ثواب گرفتن ما گناهکار نشیم عزیزان من. معنی قرآن که معلوم شد هر مفسدات نماز ببینید نماز چند تا مفسد غیر شونده ها دارد. یک تاش میگن اگر کسی قرائت کند معنی قرآن معلوم شود نماز فاسد است. برای شما تو مثال عادی میارم. عربان نه صاد کتی سین است من صاد است حرفی سین است صاد سین است. صاد کتی اگر شما یک تا کلمه سیفون سویفون سیفون سویفون صاد کتی سویفون میشه سین کتی سیفون میشه. اگر سین کتی بخونی شمشیر میشه قلیچ میشه. اگر سین کتی بخونیش قلیچ میشه. اگر صاد کتی سیف بوید تابستان میشه. هرچه بسته
از ما هممون یخ رفتن بگیریم سین 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 سیف 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 یعنی معنی معلوم بشه معلوم که معلوم شد گناهگار میشه شاید میگن قاری آن باشد که بریا خواند از روی فرموده خدا خواند یعنی باید که قاری ریا نداشته باشه پکزوخه نکنه خودشونتی نکنه خدا که قاریش کرده علمت که پر کاملش داده برای الله کاری شود از روی فرموده خدا خواند خدا امرش داره واتنی القرآن تعطیلا ای بندم قرآن این حرفاشا برا خون وقف و معدول سکون شد آخر بجا بیرته صدای خدا قاری نیست قاری آن که اون لحقان است بلکه آن خواندن آفت ایجاد است اگر لحقان نگه به قاعده به تربیت خونه و آفتی تونه برای تونه میشه راحتی تون نیست اگر قاعدهش در جاش بگم در راحتی تونه من شد در یوتیوب خدا فرمیدروی بعد قاری ها هستم الحمدلله عبدالله حسین میکنه که در ازبکستان ماشمان چندین قاری های بزرگ هستن معتبر انشاءالله الحمدلله میخونن انسان چکار میکند راحت میکند یا نمی همچنان خدا خواهد شما قرآن خانه که شنونده راحت کند از این خواندنی ما شما خدا خواهد انشاءالله بینید پیامبر بزرگ چی میگه زید بن ثابت این حدیث روایت میکنن انشاءالله فرمودن که ان الله یحب ان یقرأ القرآن کما انزل میگه البته خداوند دوست می‌دارد که یک بنده قرائت کنه قرآن چنانه که نازل شد با محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر بزرگ محمد علیه السلام چنان قرآن با آواز زنده می‌داد که الحمد آدما را حق میکرد من حضرت داود رسیدگی است پیغمبر علیه السلام مثل پیغمبر ما شما است الحمدلله چنان دیگه خداوند آواز فارمش دادگی بود که چنان آواز فارم وقتا که زبون رو میگه تلاوت میکرد حتی پرنده هایی که در آسمان میگه توقع میکرد نیست از آواز چه شیرینی انشاءالله خدا خواهد حضرتی کی داود علیه السلام لیکن پیغمبری ما شما از داود کم نیست پیغمبر اسلام میگن خداوند تمام همون آواز شیرینی هایی که در پیغمبرها بود محمد علیه السلام دادش صوت داود را بر او کرامت کرد میگن خدا وقتی که محمد علیه السلام پیغمبری نازنین را دنیا آورد صوت حضرت داود کرامت کرد حسن یوسف را عنایت نمود زیبایی یوسف در چهره چی محمد علیه السلام راست نشید جمعیمون اینجا متخصص نیست متخصص خوب نیست پیغمبر بزرگوار نازنین محمد علیه السلام چنان قرآن انشاءالله تلاوت میکرد که از صحابگان راحت میکردن از چی آواز شیرینی خوبی رسول الله صلی الله علیه و سلم پیغمبر بزرگوار در حدیث مبارک میگن زین القرآن بی اصواتکم یعنی شما قرآن با آوازها تو زینتی تا که شنونده از آواز زیبای شما راحت کند زینت چه انشاءالله خدا خواهد قاعده را بخونه نکن تجوید از 30 درس عبارت است یک چیز بمب نیست یک چیز مشکل دشوار نیست از خدا بترسه بعضی باید سوره اخلاص هم میخونی تلخت پرخت میکفن حتیش خونده است قلف آبلا و احد آبلا و سمد خیلی قرآن در تمام دنیا نیست
نخواه که همه کلام زدگی باشه که گوره یاد کردن هم خلاقه 52 تا خطا که یک صورت نه. این مذاق کردن قرآن است. حتی نیستش میتی سعی یاد کردن یاد 10 تا خطا رو. من امروز خدا خواهد دانشکده دنیاوی دارا این استود اون نریسته دارا خدا خواهد اینشان نریست حتی اوی زدناکش نه خطا کنی ورگوش نه خطا کنی خطا اشکا نشود قرآن رو ما مذاق کردیم امروز خدا خواهد انشاءالله دهن رو بدگر خوندن نگم دهن رو بدگر گفتن نگم نترسیده اختار اگر نیترسید انشاءالله خدا خواهد با بحث را دعوای خدا خواهد امامتی بکند دعوای امامتی بکرگی باید العالم بالسنه امام اعظم تر یکم عالم با سنت باشی باید ثم اقرا بعد از قرائت ساز باشد قرآن خوندنش الفاظ تلفظش در جاش باشد بعد دعوای مداری کرد این بازی نیست برادر اسلام شنوندم رسوا بکنی خودم رسوا جمعیت هم رسوا بیانو نگم خلا نکرد خانه انشاءالله خدا خواهد حتی بین قرآن خانه بین روز قیامت محکمه سود الهی در بینه اگر بچه قرآن خوب قرآن خون کنی با قاعده و با تجوید با پرامینش قرآن خون باشد روز قیامت الله سبحانه و تعالی بنده پریشان نشده قرآن در صورت زیبا می آید ادوکت می شود تو را شفاعت میکنه می اومد از پیشت میگفت من میشناسی من کی هستم این امامه حدیثی صحیح است میگه تو کی هستی من همون قرآن هستم که در دنیا شبا خواب نمیرفتی محبت با من داشتی من دائم ساز تلاوت میکردی دائم انشاءالله قرآن میخوندی من همون قرآن هستم که اومدم تو را شفاعت کنم میگه در دستش تاج طلایی است در سرم میمونن لباس های جنت در بدن میپوشونن بین قرآن چقدر انشاءالله فاجعه دارد چقدر این قرآن رو میگردون امروز با میگه 2 تا لباسی دیگر دارد میگه 2 تاج دیگر در دستش اینا کی هستن پدر و مادر کجاست کنی پدر کجا نه تقرأ کرد در دنیا بیچاره خودش کامل رفت چه آموز کنترل کرد قرآن آموزد کنیست پدر تا فیراد میکنن تاج و لباسی جنت مادر در کجاست مادر تا فیراد میکنن خدا خواهد همون لباس ها میپوشیدن هر یک تایی دستم گرفته پیش الله میبرده شفاعت میکنه خدا خواهد روز قیامت روزه که توی قرآن انسان ها را شفاعت میکند نخواه که از شفاعت قرآن هم لایق نشه نخواه 28 حرف آموخته قرآن خون نشه ای بای شرمندگی ای مصیبت ای بالای مسلمان ها که زبان نمیگرده گویی غیبت نمیگرده توبت نمیگرده بوتور نمیگرده پول نمیگرده ساعتاش دخلا خواهد انشاءالله غیبت بکنی میگرده نیم ساعت 1 ساعت بالای قرآن شدن غیبت نمیکنی چک زبان نمیگرده یک زن به نزدیکی آمد پیشی من گریسته است خانه کعبه رفتم میگه دامنو جان ما تا از خانه کعبه چی تصورات گرفتی تو چی خانه کعبه چی دیدی تو چی تو تاثیر کرد میگه یگانه تاثیرش من قرآن تاثیر کرد که بچه کای میگه که عربچه ها قرآن خونده سادن منی کوری احمق کور قرآن در دستی گفتم در بغلم دیرش کردم نیت کردم که خدا خواهد قرآن یاد میگیرم از اینجا برم خدا خواهد انشاءالله قرآن یاد بگیرم قرآن این کتاب معتبر است عزیز من این کتاب یکان مخلوق نیست کتاب آفریدگار است که شما را در این دنیا هم سعادت بکند و در آخرت هم انشاءالله به سعادت میرسوند شما را نخواه که 28 حرف ناموزنی به ناموز 28 حرف آموخته قرآن خون بشید باور میکنن زن یکی مرزوناسی جانه امروز والله علم 65 70 قدم دور مده سادیه
در یک ماه قرآن خوشید، یک ماه شما در 20-25 به ناموس میگی زبانم نمیگردم. یک ماه ناز قرآن 5-6 بار خدا آوردن. الحمدلله. چونکه محبت به کلام است. من بیچاره آبی دیدم میکردم میتونم دوم جو یگانه مقصودم قرآن است. شاید الان انشاءالله میرسوند. حرکت کنین انشاءالله قرآن کنشید. این دروغ است. این که دروغ نگویده. زبان نمیگرده فلان نمیشه. این دروغ. چون فقط دروغی تا من اثبات میگیرم که محبت به خدا خود پول داری میرسه کن. نه یک کود مونسه نه یک کود مونسه. محبت بازن داری. چار مثل اگر شعر تیازنه که بدبختی مخلوق واقعی همین مثل شعر آمده یاد کردم من در بیتی من میگیرم هموشان مرده کسا یادش بگیم نکنی بیا تو دروغ گو بیا حالا من دوم کرم در باور نکیم که مقصود تشکیل کردم میکنم باور که میکنی مقصد به یک مخلوق رسیدن برای خالق رسیدن چون نمیکنی استادم ما در شهر تاشکند علم میگرفتم گفتن شاگردانی ازش این دروغ است من 50 ندومدم زبانم نمیگرده یه 70 ندومدم زبانم نمیگرده این دروغ است وانه که در شهر اصفهان دامنار سمی گفته یه آدم بودن یکی عالمان شورایی چندی با ما با زیارت شو الحمد مشرف شده بودیم هم زمانا 70 سالگیش نه حافظ قرآن شدن من 70 ساله امروز تا 18 ساله 15 ساله 16 بیناموس زبان نمیگرده به نام الله زبان نمیگرده که یک بار زبان بشکا کنی انشاءالله به نام خدا بیانیم کتاب خدا که بهترین کتاب است والله که میگه جای قرآن بهترین در تمام دنیاست بهترین کتاب است که این دنیا هم شفاعت میکنند آخرت هم انشاءالله این تمام عرب ها تمام این پیشواها دامده از کجا برو گرفتن از قرآن گرفتن قرآن چند زدن قرآن خوندن عمل کردن الله سبحانه و تعالی امروز مولوی و امروز خلافت انشاءالله این شیخ سعدی را که شیخ سعدی کرد قرآن کردش این حافظ را که حافظ کرد قرآن کردش این قرآن میگه شعری سعدی یافت ریاض یافت میگه زی قرآن میگه شعری معنوی شد این جلالدین رومی از کجا آموخت شد از قرآن شد سعدی با 6 مثله شعریش دنیا را لرزوند 6 مثله شعریش کردی که با آبی تیلو نیستش دیگه در اروپا بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند چو عضو بدن آرد روزگار دیگر عضوها نماند قرار از غمی دیگران که به غمی نشاید برد نامد آدمی این شعری که تا قیامت کنده نمیشه برایش این از قرآن است این از قرآن است باور میکنی یگان تشمال قرآن دیختن زدگی است یک سوره اخلاص بینن میخوانن یک روز 100 بار و 200 بار و 1000 بار میخوانیش با خدا خیلی انشاءالله با محبت زیاد میشه با انشاءالله خدا خیلی مهر بکن از سوره فاتحه یا که نام الله هم خدا خیلی یگان کهنه نمیشود همیشه چی هست انشاءالله خدا خیلی زنده است همیشه جاوید است عزیزانی من بین انشاءالله خدا خیلی بخیر بیر بیر کنم ده انشاءالله خدا خیلی چند زنه بیر خدا خیلی عبری قرآن آمرو میگیره اگر شما قرآن ده چند زنن زیناگر نمیشه دور نمیشه پراسیتچینگ نمیشه فالبین نمیشه دروغچی نمیشه نیرنگبار نمیشه یگان کس خیانت نمیکنی چون قرآن ماشمارد چون که خدا قرآن میگه دست ایزن الله ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین میگه این قرآن است که میگه یگان شبهه ندارد شک ندارد و من هدایت کننده کردم این قرآن برای متقیان برای که پرهیزکارا خدا ترسا این قرآن آیسته خدا ترسا میکنه قرآن آیسته نماز خوندن میکنه عبادت کننده میکنه اولیات میکنه خدا خیلی انشاءالله صاحب میلیاردر میشه خدا خیلی انشاءالله صاحب جا میشه صاحب خانه صاحب در میشه اگر با قرآن چنگ زنید
خودی جناب خدا خد عالی شفقت می‌دارد یک سخنش نگفتن که شما با قرآن چند زنین چون که قرآن هیچ وقت شما را برای بد نمیبرد. این سخن خدا خد جناب عالیه. شما گفتم با قرآن چند زنین هیچگاه قرآن شما را با بدی نمیبرد چون که بالکل قرآن خدا خد هدایت است. اگر این قرآن نمیبود محمد نمیبود ما مثل حیوان میگشتیم. ما از اینجا خدا شناسیدیم چون که وظیفه پیغمبران چی بود؟ آشنا کردن بنده با خدا بود. قرآن آورد نازل کرد پیغمبر صحابه ما شما در امروز خدا خد قرآن موسی است جاوید زنده است همیشه خدا خد میموند. امروز آمده است نخواه همین هم بوایی نداشتش که با قاعده قرآن انشاءالله خدا خد چکار کنیم عمل نکنی عزیزانی من. حتی میدونی روز قیامت چی میگه خداوند سبحانه و تعالی صاحب قرآن یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي وارتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند الآخرة آية تقرأها. خدا سخنش میگه ای گفته بنده یک میگه دنیا در چخیلی که میخوندی همون که خونده جنت اومده رفتن یک آخرین منزلی که در کجایی که خدا خواهد انشاءالله سوره ناس هم میخونی و من الجنة و الناس میگویی اگر 1 میلیون را باشه منزل توست. انا قرآن بین قرآن فایده شه من قرآن حتی خدا را میتونست که قیامت بخون چیزی که در دنیا میخوندی اون چنان خونده رفتنگی چقدر جنت 8 جنت نم اگر تمامش کنی 8 جنت دادمت. این بخته عزیزان من ولی ما شما برای آخرت خدا میدونه چی احوال میشه ولی ما شما برای خدا چی حالت نمیشیم کدام صورت میشیم بجود الله نمیدوند. حتی بینین در گور فایده شما میگم برای شما کسی که قرآن با تجوید با قاعده زیبا میکنه بینین اگر شما از نیت کردین خدا خواهد گفتین که خدا خواهد انشاءالله اکن قرآن یاد میکنه خدا خواهد قرآن از خود میکنه گفتیم یک پاره گیم که یا که 5 سوره 10 سوره یاد کردیم لیکن نیت بلند داشته که خدا خواهد حافظ قرآن بشه میگن اگر مرگش فرا رسش مردمونه ببین چی میشه خدا در درون قبر یک فرشته قاری موکل میکنه است در همون درون قبر شما را قاری قرآن میکنه است. از این بخته است گو ولی ما شما قبر اگر بیاد بزنم میلرزیم که قبر جای تنها است. قبر بالای 10 تا و 15 تا خاک دارد نه یک تشکی دارد نه هوا دارد. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وقتی که پیغمبری بزرگان دوزخ میگفتن گریه نمیکردن خب بستادن وقتی که قبر رفتن آبای دیده بای خدا خواهد عمر جاری بشته شهر از شده صحابان دیگه یا عمر جان آخیر همین قدر محمد جان همین قدر دوزخ عذاباش گفت یک بار آبی دیدن نریخت لیکن وقتی که قبر عذابش میگه آبکای دیدن میرزن گفت که در قبر گفت خودم تنها است در دوزخ گفت با مردم هستم لیکن در قبر تنها نیستم از قبر میترسم خواهی که در قبر انشاءالله خدا خواهد باغ‌های جنت کشیدن خواهی که در قبر 7 کار کورپای جنت پرت کردن خواهی که در قبر انشاءالله قبر را چنان کشاد کنن که از این تا آخرش چقدری که میبینه چشمت میرسه همون قدر قبر را کشاد میکنن از دریچه خواهی که از طلب جنت برا دریچه کشاید قرآن کن بگن عزیزانی من اینا که قبر تاریک است و خود تو چراغ بره خبر گفتن انشاءالله خاک از بخت تو کلپا بره همین چراغی از قرآن است سوره ملک میگه که چراغی گفت پیغمبر بزرگ حدیثی مبارک کسی که میگه سوره ملک اگر محبت بنده و هر شب بخوند روز قیامت همین سوره همون بنده را شفاعت بکسی امام ترمذی حدیث است و این چنین از عذاب گور خلاص میکنه سوره چی؟ انشاءالله ملک از 30 آیت عبارت است که در قبرستان ها خوانده میشد انشاءالله پیامبری بزرگوار امام اعظم رحمت الله علیه این سخت چیکار کردن انتخاب کردن همین عزیزان من وقتم شده است انشاءالله الله فرصت کرد با شما عزیزان هم صحبت میشیم
لیکن انشاءالله بیرک خدا خد بخیر بین انشاءالله خدا خد قرآن تجوید بخونه کن ای من شرمنده اینا با ملا ها تاکید میکنم ملا باشی تجوید بخون بعد ملا میکن این لحظت نیست که خدا خد فقط جواب شمیدی معنی قرآن معلوم شد خدا خد نمازت قبول نمیشه اینا پیشوا هایی که خدا خد در محلا پیشوا هست نمیگه دعوای خدا خد ملاگی میکنه تجوید آمده بخون یاد گیر انشاءالله خدا خد قرآن خدا خد چنان خو که همون دایرش دیگه راحت کنن مزه کنن با بانگی خواندنگی خدا خد از ما شو اعوذ بکشم همین لکی ویشید دیگه بیا شید اگر کسی تب بکنه شکل نیست کسی میفوره نه او عقیبگی گوش میکنه گوش هم نمیکنه چونکه تجوید نیست قاعده نیست زیب و زینت نداره حروفاتش ایجاش نیست دنگوی هم بگیره شنونده حتی پیغمبر صحابه ها را میگه شما قرآن خونه من گوش میکنم از قرآن شما من لذت میبرم ابو سعید خدری بود والله علم اگر خطا نکنم گفت من از توش میشنم گفت بخون سوره نساء میگه خوندم وقتی که بجایش که رسیدم میگه پیغمبر علیه السلام میگه آبودی در جوالیش گفت که بس است من از صحاباش نیدن محمد دوست میدارم حتی الله از ساک زیبای ما شما راحت میکنه است حتی الله مهربون وقتی که ما این شعار حدیث است اگر قرآن با ذوق و با شوق و با زیبایی و با حروفات کامل و پره اگر خدا خواهد تلاوت کنیم الله راحت میکنه است عزیزان من همین بین انشاءالله خدا خواهد این هیچ مشکلی ندارد جای خطاگی ندارد آخر این فرض عین است ما میگفتم فرض عین گفته که هر یک آدم میکنه این فرض کفایه نیست بلکه هر یک آدم قرآن با تجوید بخوند انشاءالله قرآن اکنشان در خانات و غریب کن نگیره بیچاره کنار چنگش یک وجه همین 28 حرف یا که خداقت قرآن خون نشه تشبوس جنابی عالی من همه جا را حکوم مرکز زبان عربیش دیگه است 28 حرف آموز خدا خواهد انشاءالله دیده که هم مونده خودت قرآن خوب شدی انشاءالله قرآن میخونده ایشده با محبت به الله و به قرآن زیاد میشه انشاءالله چند زنی نکن کودکات خداقت فرد اگر یک تا کودک تا پیش یک خداقت مولا بری و مجرد بسم الله الرحمن الرحیم یاد گرفتنش 4 کس خدا از آتش دوزخ خلاص میکنه یک ترد بسم الله الرحمن الرحیم گوه 4 کس یکم پدرشم دویم مادرشم سیم همون کودکم 4م استادشم الحمدلله مجرد یک بسم الله الرحمن الرحیم منکو تلفاش بری هر یک حرفش 10 ثواب دارد عزیز من هر یک حرفش الف گوی 10 ثواب میگیری لام گوی 10 ثواب میگیری میم گوی 3 حرفی که سوره بقره اولین آیه جمله است الف لام میم هر یک تاشت 30 ثواب میگیری قرآن هم با درش چند بار خونی خدا خواهد محبت بند انشاءالله قرآن تلاوت کنید بروز خدا خواهد مهر به الله بند مهر به قرآن بند انشاءالله مهر به عبادت بند عمر رفته است عزیزان من امروز از سحر از همون پیش الله میریم بعد اون بهانات ره نمیره نگو که من خدا فیرم میکنم این همه‌شون انگار ضبط شده است در خدا خواهد نامه اعمال این گپا همه ضبط میگه پگه خدا باید فکتت میکنه در جمعه شیشتی گفتید که بیچاره خفل دای دانش پریده دور گفته تو مزا میکردی بدک سکم خواهش کنی که نکنیش نکته گم نمیشه میگه چنان نماز کنید نماز خود باری باشه بعد قبول بشه نمیشه کانک ان تعبد الله کانک تراه فإن لم یکن تراه فإنه یراک چنان میگه خدا عبادت که خدا میبینی اگر نبینی خدا تا میبینه همچنان عبادت کنی همچنان انشاءالله مهربان محبت انشاءالله من در باره نماز جمعه دیگر اگر نام زنده باشم خدا خواهد انشاءالله فضیلت سوره ها با شما عزیزان هم صحبت میشم انشاءالله الله شاید که شما محبت زیاد شود با اینکه زنها میره زیاد است با اینکه زنها امروز الحمدلله پیش رفتن از روی خواندن قرآن و از روی باید میکنین کنکورس‌ها تشکیل است که مردا چی با شما موزیک کرده خدا موزیک باید که ازم پیش برم این موزیکا هم مش خدا خواهد تروس همش ترسیده قرآن اقبه زمیکن نکسته یک آدمی زوم که اگر قرآن امروز در شپریس گیری بعض آدمان بزنی زمیکن یعنی که قولش نمیکنه ای درون چی؟
حساد و کینه و عداوت و بغض و حسد. اینا صفاتمون محبت به قرآن، محبت به اسلام، محبت به پیغمبری بزرگوار محمد صلی الله علیه وسلم، محبت به قرآن بندیم. شاید که انشاءالله خدا خود نجاتی انشاءالله دو دنیا باشی. حرکت کنیم برادری اردن کنیم برای الله سبحانه و تعالی. خدا خود انشاءالله امید میکنیم که در دل هر یکی ما شما محبت زیاد کنه. خدا خود انشاءالله کدوم رحمتی باشم و که میونه برده سیاه بسته خدا خود آباد کردن میگیریم. الله خودش خدا خود شاهده. الله خودش از غیبش میرسونه. خدا خود انشاءالله چندین برادر رو وعده کرد یا دیدن یک برادر خدا خود وعده کرد خدا خود بنازی که یک جا میرم انشاءالله حرکت میکنم حتی شریف توشکر دیگر به هکذا خدا خود برادر هم حرکت دارن غیرت دارن انشاءالله خانه خچه نمیمونن. لیکن خدا خود ما هم اگه دور نیستاده چی باشد کن نباشد هم جانی خدا خود اشتراک کرده هم جده ثواب گیرید انشاءالله نور بالای نور نشه. خدا خود وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خب پروردگار رو که مسائل رو ذکر کردیم آنچه که قاعده قرآن کی بود پروردگار به هر یکی مایان و این قاعده عمل کرده قرآن زیبا خوندن پروردگار رو میسر بگردانیم. همین قرآن هم میل و محبت در دلهای مایان خدا رو جاگیر بگردانیم. از این قشلاقی ما هم کاریهای خدا خود مرتب سیاه شدن گیرد صفاش انشاءالله زیاد شود. این خدا خود پیشتر که همین دیاره و پیشرفت همین انشاءالله خدا خود قشلاقی ما شما میشه. الله محبتی خودش اولا محبتی حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم محبت قرآن اسلام خدا در قلبای ما شما جاگیر بگرداند. همیشه ما را برای راست برای صراط مستقیم اله خدا خودش هدایت نماید. توفیق اطاعت و توفیق عبادت اله کرامت نماید. و دعا کنیم خدا را بیمار الاسلام و شفای کامل فرزند الاسلام و خدا خود نجاتی بی فرزند الاسلام و فرزندهای صالح و صالح از قضای غیبی خود کرامت نماید. بی وقت الاسلام و بختاش نکشاده بگردانیم. آنانی که از ما گذشتن محتاج یک هفته ها هستند قبرهاش پرنور آخرش آباد بگردانیم. آنانی که در سفر هستند عزم سفر دارند الی سفرهای باورای صحت بودی سلامت با کیسه‌های بلغاری‌های سرخ نزد خاندان نزد وطن عزیز برگشتنش را الله نصیب بنماید. سوداگران در سوداش هنرمندان در هنرش کاسبان در کسب و کارش دهقانی که وقتی جمع کردن انشاءالله گندم و یعنی میوه‌جات است پروردگار در میوه‌جات و در گندم و در حاصلاتش اله خودت برکات عطا نماید. طالبینایی که علفه خدا خود داخلن دانشکده‌ها دارند پروردگار را یک استعداد خوب عطا نما. در این قشلاق ما هم بسیار بسیار متخصصای هر گونه شدنش را الله اله خدا نصیب بدهد. چون که وطن میکشدگی متخصص و عالم و علما هست عزیزان من. پروردگار در تمام دنیا تینجی آرامی خاطی جمعی تنسیتی فایز و برکات خصوصا در جمهوری ازبکستانی ما و شما خداوند همیشه تینجی سه ملت هستیم بین ملت ها مهر عاقبت را خداوند انشاءالله بردوام بداری. رئیس جمهور هم خداوند خودت عمری دراز است که فراتنی صحت خاطری جمع از هر گونه بلاهای از زیر سمای در پناه خود نگهبان باشین. وقتی انتخابات است روزهای نزدیک البته با دستشون بالا بگردانید. سالهای بسیار بسیار چی در دین و چی در دنیا خدمت کردنشون الله سزاوار بگردانید. تمام خادمان حکومت هم توفیقشون با رفیق بگردانید و این استقلالیت آزادی برای ما نعمتی بسیار داد تا قیامت اله قائلان. اللهم افتح بیننا و بین قومنا بالحق انت خیر الفاتحین. صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم